دوستان سلام، به یامی گسترونومی خوش آمدید. من مهیار هستم. انتظار به سر رسید و پس از مدت‌های زیادی که خیلی از شما دوستان منتظر این بودید که برای نخستین بار چه در فضای مجازی چه در ویدیوهایی که به زبان فارسی منتشر شده یا در کتب آشپزی ما دستور واقعی نان بربری اصیل رو به روش صحیح و علمی بیاموزید و بتونید که بهترین نتیجه رو بگیرید، امشب این ویدیو قراره که یه ویدیو بسیار خاصی باشه. مطالبی که امشب قراره که با شما به اشتراک بگذارم حاصل نزدیک به 40 سال مطالعه، تحقیق و تجربه هستش و این موضوع برای خود من هم بسیار خاطر انگیزه و هم حائز اهمیت زیادیه، برای اینکه اولین باری بود در زندگی من که ورود پیدا کردم به اینکه از دیدگاه علمی تهیه خوراک رو و پخت نان رو مجبور بشم که برم به دنبال تحقیق و مطالعه و باش آشنا بشم و این در واقع نقطه شروع علاقه‌مندی من به این بود که متوجه شدم که یعنی به خوبی این رو لمس کردم که چقدر این پروسه میتونه که هم آموزنده باشه، هم جذاب باشه، هم سرگرم کننده باشه، هم باعث مزایایی بشه، باعث ایجاد در واقع دانش و تجاربی بشه که در جاهای دیگر زندگی به غیر از پختن نان بربری و به غیر از سیر شدن شکم هم سالهای سال به درد شما خواهد خورد. نان بربری رو به 2 روش من تصمیم گرفتم که توأماً در این ویدیو خدمتتون تقدیم بکنم. روش پخت این رو، یه روش حرفه‌ای تر هست که این روی سنگ در واقع در فر پخته میشه که شبیه سازی تنور در واقع کار راحتی نیست در منزل. تنور نانوایی یک چیزی است که شاید 100 تن مصالح ساختمانی و سنگ و آجر و اینها داره. اون جرم ترمودینامیکی این تنور و دیزاین محفظه این و هواکش این و سقف این، همه اینها یک حساب کتابی داشته، حاصل سالها تجربه بوده. شبیه سازی این در یک فر کوچک خانگی کار دشواریه ولی نشدنی نیست، یعنی میتونید نتیجه نزدیک به اون رو به دست بیارید. روش دوم که روش ساده تری هست این هست که با همین خمیر با یه مقدار تکنیک و ملاحظات متفاوت برای افراد کم تجربه تر میخوایم که روش تهیه این رو توی سینی شیرینی پزی هم خدمتون تقدیم بکنیم، ولی با بافت و طعم و نتیجه نان بربری واقعی. این که چطور شد که من تصمیم گرفتم که چند ماه از زندگیمو وقت صرف این بکنم که برم مطالعه بکنم، یاد بگیرم، ببینم چطور میشه در شهر مونتریال نون بربری در منزل درست کرد، ماجرای بسیار جالبی داره و ماجرای این رو به تدریج طی ویدیو خدمتتون تعریف خواهم کرد. اجازه بدید ابتدا بریم سر وقت تهیه خمیر. من 2 خواهش از شما دوستان عزیز دارم. یک این که حتما پیش از اینکه سوال مطرح بفرمایید در کامنت ها اطلاعات تکمیلی متن دیسکریپشن رو مطالعه بفرمایید. در مورد نوع آرد مناسب، هر گونه سوالی در مورد افزودنی ها، آرد، مقادیر اینها دارید، اونجا حتما پاسخ خودتون رو پیدا خواهید کرد. خواهش دوم من از شما این هست که برای آشنایی بیشتر با علم تخمیر و اینکه اصلا این مخمر چه کاری میکنه و چرا باید عمل تخمیر به طور صحیح و در زمان مناسب انجام بشه، نکات بسیار مهم و آموزنده‌ای رو در یک ویدیوی مرجعی به نام همه چیز در مورد خمیر حدود 1 سال خورده پیش من تقدیم دوستان کردم. اگر ندیدید اون ویدیو رو حتما اونو ملاحظه بفرمایید. پیش نیاز موفقیت در تهیه نان بربری درک مطالبی است که اونجا خدمتتون تقدیم شده و اینجا دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم اون 40 دقیقه تقریبا مطالب رو. سایز مناسب
نان بربری در فر خانگی حدود یک چانه یا یک نان حدود 500 گرمی هست. حالا بسته به سایز فرتون و تکنیکتون میتونه یه خورده بیشتر و کمتر باشه. کاری که من میخوام انجام بدم اینه که تقریبا میخوام 1 کیلوگرم خمیر آماده داشته باشم. از 600 گرم آرد سفید نانوایی استفاده میکنم. آرد نانوایی در ایران یعنی اکیداً توصیه میکنم که از آرد تیپ ستاره استفاده بفرمایید که گلوتن کافی داره و آردیست که ویژگی‌های لازم رو داره. در موردش بیشتر توضیح داده شده در دیسکریپشن. و در خارج از ایران هم آرد مناسب، حالا خدمتون عرض میکنم که ما چند ده نوع کیسه های 40 کیلویی آرد رو امتحان کردیم تا به این نتیجه رسیدیم، اما توصیه من رو در اونجا خواهید دید در متن دیسکریپشن، دوستان خارج از کشور. خب شما در نانوایی بربری اگر تشریف ببرید، تنها مواد اولیه‌ای که اونجا خواهید یافت آرد هست، آب هست، مخمر خشک معمولا هست، حالا امروزه بیشتر مخمر فوری استفاده میشه، و نمک. مطلقاً محال ممکنه که شما در یک نانوایی بربری سنتی روغن پیدا بکنید، تخم مرغ پیدا بکنید، شیر پیدا بکنید و تکنیک مناسب و انتخاب صحیح مواد اولیه و صبوری در میکس کردن خمیر، رسیدن به خمیر مناسب، نحوه فرم دهی این خمیر، حرارت مناسب فر، اینها همه عواملی است که اگر مطلع باشید و صحیح انجام بدین، هیچ افسودنی سیکرت و اسرار مگو و نفوت کوزه‌گری و چیز دیگری در نان بربری وجود نداره. خمیری میخوایم درست بکنیم با هایدریشن 78%. 78% الی 80% تقریبا جای مناسبی است برای نان بربری. پس به این ترتیب من 600 گرم آرد میخوام استفاده بکنم. 78% 600 گرم آرد میشه 468 گرم آب که من از پیش پیمانه کردم و اینجا دارم، و این آب معمولی دمای اتاق هست طبیعتاً. 1.5% نمک به این اضافه میکنم که 1.5% 600 گرم آرد میشه 9 گرم نمک. گاهی اوقات اگر از آرد ضعیفی دارید استفاده میکنید، بعضی وقتا در ایران ممکنه این بلا به سرتون بیاد، اینو میتونید تا 2% هم افزایش بدید که مقدار قرص‌تر بشه خمیرتون. این خمیرمایه فوری که روش نوشته شده خمیرمایه خشک فوری، نیازی به این نداره اینو تو آب گرم بریزید و شکر بریزید و هم بزنید و بگذارید بمونه کف بکنه. اصلا نیاز به این کارا نداره. اینو بلافاصله شما مقدار مناسبش رو به مواد خشکتون، به آردتون اضافه میکنید. منتها نکته مهمش اینه که ببینید این الان، حالا این برندش مهم نیست، ما چند تا برند خمیرمایه در ایران داریم که تولید کننده ییست یا خمیرمایه هستن که هر کدوم از اینا رو شما بسته بندی اوریجینال خود این کارخانه رو خریداری بکنید، این رو تاریخ انقضا و بچ نامبر داره و موقعی که این بسته رو میخرید این وکیوم شده است، مثل آجر، این سفته، هیچ هوایی درش وجود نداره و این تقریبا غیر ممکنه که فعال نباشه و کار نکنه اگر تاریخ مصرفش نگذشته باشه. اما اگر برید بقالی سرکوچتون ییست یه دونه از این شرکت هایی که ادویه بسته بندی میکنن، بلبل ها و گل ها و نمیدونم اینا رو اگر برید خریداری بکنید که اینا خودشون به صورت کیلویی و فله اینو خریداری میکنن، بعد مثلا 10 گرم 20 گرم بسته بندی میکنن در یه بسته بندی هوا خورده رطوبت کشیده، اونو اصلا استفاده نکنید و به هیچ عنوان اصلا جایز نیست. ترازو رو صفر بکنید و 1.5% از وزن 600 گرم آرد یعنی 9 گرم استفاده میکنیم، مستقیما به ماده خشک این رو اضافه میکنیم. باقی ماندهشون به یه ظرف کیپ که الان این واشر داره، گاسکت داره،
منتقل بکنید، در یخچال نگهداری کنید. اگر ظرف 1-2 ماه قرار نیست اینو مصرف بکنید، در فریزر نگهداری بکنید. طبیعتاً بهترین کار ممکن این است که از یک استند میکسر مناسب خمیرگیری استفاده بکنید. اگر خواستید با دست این خمیر رو تهیه بکنید، اون ویدیوی رفرنس همه چیز در مورد خمیر، روش خمیرگیری دستی برای این تیپ خمیر اونجا خدمتتون تقدیم شده. همه مواد که توی کاسه میکسر منتقل شد، با کمترین درجه شروع بکنید به مخلوط کردن. دو 3 دقیقه طول میکشه تا آرد خشک با محلول آبی که اون زیر هست کاملا مخلوط بشه. خب الان دقیقاً 10 دقیقه هستش که گذشته و ببینید این درجه کشسانی است که با گذشت زمان و این تایم میکس کردن بهش دست پیدا میکنیم. برای اینکه بتونید نان بربری رو به طور مناسب فرم بدید و من 2 دقیقه دیگه با سرعت بیشتر ورز دادن ادامه میدم و لازمه که نگه دارید میکسر رو که راه نره و حرکت نکنه. خب عالی. اگر این کار رو دارید با دست انجام میدین، نگران نباشید که فکر کنید که پس به این ترتیب با دست لازمه که تا صبح قیامت خمیر رو برز بدید. خیر، اون ویدیویی که خدمتتون توصیه کردم، ویدیو همه چیز در مورد خمیر رو ملاحظه بفرمایید. اونجا روش راحت تر انجام این کار با دست رو خدمتتون توضیح دادم. حالا این خمیر الان دیگه احتیاج به هیچ کاری نداره به غیر از اینکه استراحت بکنه و مراحل تخمیرش رو بگذرونه. پس اینو به یه کاسه بزرگتر منتقل میکنم. خب این خمیر طبیعتاً خمیر چسبناک است. بدون اینکه از آرد استفاده بکنیم در این مرحله اینو در کاسه ریختیم و نیاز به اینکه این کاسه رو چرب بکنید هم نیست. این خمیر هر چند که چسبناکه و باید اینطور باشه، ولی به تدریج کار کردن با این راحت‌تر خواهد شد. شما به راحتی با تکنیک صحیح میتونید با این خمیر کار بکنید و به هر حال هر مقدار آرد و هر کاری هم توی کاسه انجام بدید، این باید بچسبه و خواهد چسبید به کاسه شما. اما با استفاده از یک کاردک و تکنیک صحیح ما این خمیر رو کاملا رام میکنیم و تبدیل میکنیم به یک چیز نازنین دوست داشتنی. در دمای اتاق این رو درب این کاسه رو ببندید. اینو تا زمانی که حداقل حجم این خمیر 2 برابر شده باشه هیچ کاری به کارش نداشته باشید که حدوداً 1.5 ساعت اینطورها بعد طول بکشه.
رومال نان بربری برخلاف باور عده‌ای که چیزهای عجیب غریب من جمله حتی تخم مرغ استفاده میکنند فقط با آب و آرد تهیه میشه. منتها یک روش تهیه‌ای داره، یعنی همین که فقط آرد رو با آب هم مخلوط بکنید این رومال نمیشه، یک اتفاقی بعد بیفته و یک نسبتی داره. مناسب ترین نسبت برای نان بربری که تو منزل میخواین تهیه بکنین نسبت 10:1 هست. 10 قسمت آب و 1 قسمت آرد به صورت وزنی. اینجا من برای 150 میلی لیتر آب از 15 گرم آرد سفید، همون آردی که برای نان استفاده میکنم دارم استفاده میکنم. برای اینکه بتونید اینو راحت تر مخلوط بکنین، آب دمای اتاق که از قبل پیمانه کردین رو ابتدا مقدار کمیش رو به لیوان اضافه بکنید. همه آب رو یک دفعه نریزین. شروع کنید با قاشق اینو هم زدن. اینجوری راحت تر بدون اینکه این گلوله بشه میتونید که یه خمیری در حد غلظت ماست نرم با این درست بکنید. بقیه آب رو در 2 مرحله بهش اضافه بکنید. باز اینو خوب هم بزنید. این لازمه که دما ببینه تا حد حدود 60-65 درجه سانتیگراد. اگر بخواید که این کار رو در یک قابلمه کوچک انجام بدین، حجم خیلی بیشتری از چیزی که مورد نیازتون هست رومال مجبورین درست بکنید. پس راحت ترین روش اینه که این رو در یک لیوان شیشه‌ای مخلوط بکنید، در مایکروویو این رو به اون دمای مورد نظر برسونید. منتها به همین ترتیب که خدمتتون میگم. اینو ابتدا وقتی خوب کامل هم زدین قاشق رو حتما از توش در بیارین و این رو به این ترتیب در مایکروویو در دمای حد اکثر اول 30 ثانیه به این حرارت بدین. خب ببینید این الان از ولرم یکم اونورتر شده. اینو خوب هم بزنید مخلوط بکنید، چون اتفاقی که میفته اگر اینو یک ناگهانی خیلی گرمش بکنید یه لایه سفتی ته این تهنشین میشه و اینو یک دست کردن اون وقت خیلی دشوار میشه. حالا با دمای مدیوم دوباره اینو به مایکروویو منتقل بکنین. هر 15 ثانیه که اینو گرم میکنید در بیارین، دوباره مجددا هم بزنین. چند ثانیه هم بزنین، دوباره 15 ثانیه دیگه گرمش کنین. میبینید به تدریج داره غلظت این افزایش پیدا میکنه و رنگش هم یه مقداری متمایل به زردی میشه، از سفید خالص خارج میشه. خب این آخرین مرحله گرم کردن رومال هست. ملاحظه بفرمایید غلظت اینو ملاحظه بفرمایید و رنگش هم ملاحظه بفرمایید و شما از بوی این و فرم جلایی که پیدا کرده، این یه حالت رنگ صدفی پیدا کرده. الان اتفاق افتاده اینه که نشاسته آرد با آب اشباع شده و در حرارت به این حالت در اومده. اینو اگر بجوشونید بیش از اندازه سفت میشه، ولی نیاز به استفاده از ترمومتر نیست. شما کاملا میتونید که متوجه بشید که دمای صحیح چه هست. به تدریج که این سرد میشه این بعد تقریبا به دمای اتاق برسه که بعد بتونید با این کار بکنید و این اتفاق تا موقعی که خمیرتون آماده مرحله بعدی خواهد افتاد. این خودش سرد میشه و حینی که داره سرد میشه اگه حوصله کردین 1-2 بار هر 20 دقیقه بار اینو باز یک همی بهش بزنید. عزیزان با گذشت 2 ساعت عطر این خمیر الان فوق‌العاده است. اینو به اصطلاح میخوایم پانچش بکنیم، یعنی بزنیمش بره پایین. دستتون رو آردی بکنید و یه مقدار کمی آردم روی سطح این بپاشید
و اینو به این ترتیب هلش بدید بره پایین. این الان کاملا خوب و زیبا متخلخل شده و این دیواره ها رو فقط با انگشتتون پاک بکنید. نیم ساعت دیگه بگذارید استراحت بکنه، برسه به مرحله پیک برای استفاده. حین اینکه رومال داره خنک میشه، فر رو روشن بکنید که داغ بشه و فرتون رو روی حد اکثر دمای ممکن بگذارید. یعنی معمولا بین 240 تا 260 درجه سانتیگراد هست حد اکثر دمای فرهای خانگی. و سینی که میخوایم نون بربری اولمون رو توش بپزیم آماده بکنید. بهتر از یک سینی استیل یا یک سینی گالوانیزه شیرینی پزی استفاده بکنید. آلومینیوم هادی بیش از اندازه خوبی هست در حرارت. کف نونتون ممکنه زودتر از روی نونتون بپزه و شروع کنه به سوختن. در ایران یه مقدار ملاحظات بهداشتی هست در مورد استفاده از سبوس گندم به علت بار باکتریال پوسته بیرونی گندم در سیلوها و مسئله فضله موش و سبوس خوراک دام، گرید خوراک دام و این گونه موارد. سبوسی که از نانوایی تهیه میکنید، نانوایی بربری یا سنگکی، ممکنه که هر چیزی باشه. پس حالا معمولا در خارج از ایران این مشکل وجود نداره. سبوسی که برای در فروشگاه‌های لوازم نانوایی فروخته میشه باید قابل قبول باشه. اما به هر حال شما نیاز به این دارید که اگر میخواید که نان بربری شما زیر و رو و ظاهر و باطنش نان بربری باشه، باید از سبوس گندم استفاده بکنید و سبوس گندم رو بپاشید روی این سطح سینیتون به نحوی که این با یه لایه نازک تقریباً به طور کامل پوشیده شده باشه. توی نونوایی‌های بربری که تشریف ببرید میبینید که اون میز چوبی که روش عمل چانه‌گیری رو انجام میدن در حد یک تپه آرد اونجا وجود داره. یعنی شما اینجا دیگه در مصرف آرد اصلا نباید صرفه جویی بکنید. نیاز هستش که از آرد زیاد استفاده بکنید به چند علت، ولی به هر حال این خمیر رو با اون روشی که توی اون ویدیوی همه چیز در مقابل در مورد خمیر خدمتتون عرض کردم، شما میتونید که خمیری با این درجه هایدریشن و چسبندگی رو باهاش روی یک سطح سنگی یا یک تخته بزرگ کار بکنید با کاردک. ولی تکنیک نان بربری چیز متفاوتی است و این مقداری از آرد که جذب کف چانه میشه برای فرم دادن اون حالت تهدیگی و اون پوسته زیر نان بربری لازم هم هست. نصف این رو تقریبا اینجا استفاده میکنیم برای نان اولمون، یعنی در حدود 500 گرم. خب شروع بکنید این رو چانه کردن. این خمیر رو حداقل دستکاری باش اینجا الان بعد انجام بشه. گوشه های اینو جمع بکنید حالت بقچه و اینو برگردونید روی جایی که آرد بیشتر دارید. اطراف این رو به این ترتیب به این شکل در بیارید. یعنی کناره های این رو جمع بکنید به این ترتیب. چند دقیقه به این چانه فرصت بدید که گلوتن خمیر یه خورده ریلکس بشه، یه خورده خودش رو آزاد بکنه که بدون اینکه این رو از وردن و از این روش ها بخواید استفاده بکنید بتونید اینو یه مقدار فرم بدین.
یک حالت منظمی اینو آرام آرام یکم بازش بکنید. خب اینو اینجوری برگردونید. این زیر رو که میبینید به این ترتیب هست، نامنظم هست، اصلا نگرانش نباشید، کاملا همه چیز نرماله. این اگر از فرم کاملا مدور و خیلی تر و تمیز در اومد، اصلا این رو هم باش بیش از اندازه لازم سعی بفرمایید که ور نرید. هیچ نگران اینا نباشین. کاراکتر نون بربری اینه که بالاخره هر کدومش یه مقدار شکل متفاوتی داره موقعی که یک نان سنتی دستساز هست. مجددا این رو به این ترتیب برگردونین روی دستتون. اینجا آرد بیشتر استفاده بکنید که پوشش لازم داشته باشید. میبینید این داره کش میاد الان تو دست من. حالا این رو روی پشت دوتا دستتون بذارید، یه مقدار بیشتر این رو کش بیارید به این ترتیب. به این اندازه که رسید دوباره 1-2 دقیقه بگذارید این استراحت بکنه. باز در حالی که دستتون آرد کافی داره عرض این به این ترتیب بیشتر میشه وقتی این رو اینجوری بلند میکنید. یه مقدار خیلی اندکی دوباره روی سطح این آرد بریزید. میخوایم که این خشک نشه. روی این سینی رو به هر طریق ممکن بپوشونید. 3-4 دقیقه باز صبر بکنید. با ملایمت جوری این خمیر رو فرم بدین که گازهای طبیعی حاصل تخمیر حتی المقدور اینجا حفظ بشن. به همین لحاظ اینو الان دیگه یک کشش مختصر نهایی بهش میدیم. اینجا خیلی با ملایمت سعی بکنید که دیگه رفتار بفرمایید با این خمیر. اینو میرسونیم تقریبا به اون اندازه نهایی که میخواهیم. در این مرحله چند قاشق رومال با دست هم میتونه مالیده بشه، ولی برای اینکه حداقل فشار رو الان به این خمیر اعمال بکنیم، این رو بهتره که با برس پخش بکنیم. قشنگ تا لبه ها بیاید، ولی سعی کنید که زیر خمیر رو خیس نکنید که از فرم میفته و میچسبه و مقدار بیش از اندازه یه دفعه بهش سبوس ممکنه که بچسبه و مالیده بشه. مجددا روی اینو بپوشونید 10 الی 15 دقیقه تا موقعی که این پف بکنه به حجم 2 برابر اندازه کنونیش حداقل برسه. این رو بهش دست نزنید و مطمئن بشید که فرتون هم رو حد اکثره. اگر دوست دارید تو این مرحله کنجد بپاشید روی نانتون و به منظور این که اینو دوباره خیلی پنچرش نکنید، برای این نوع نان کار بهترین هست که از یک کاردکی که لبه های گرد داشته باشه که پاره نکنه خمیر رو استفاده بفرمایید. خود این کاردک رو با رومال خیس بکنید و به این ترتیب اینو به اندازه فشار بدید که تا ته خمیر رو در واقع ببرید. باز اگر دوست داشتید کنجد بیشتر هر جاش که میبینید کمه بهش اضافه بکنید و بلا فاصله به فرم منتقل بکنید.
10 دقیقه اصلا به این دست نزنید در داخل فر بالای 240 درجه حرارت و بعد اینو یک دور بچرخونید. بعد از 10 دقیقه فر شما ممکنه توان واقعیش و دمای واقعیش متفاوت باشه، متغیر باشه. پس سعی بفرمایید که در پایان 10 دقیقه زیر این رو یه نگاهی بکنید ببینید چه وضعیتی داره. خب و حالا نون اصل کاریمون باز چند دقیقه بگذارید استراحت کنه. یک ظرفی لازم داریم که نقش اون میز آماده سازی نان بربری رو که کفش با سبوس پوشیده شده رو اینجا ایفا بکنه. پس یک ظرف به سایز مناسب برای این کار استفاده بکنید. یه مقدار فرم بیضی به این بدین و منتقلش بکنید به ظرف سبوس. دربشو ببندین. باز 2-3 دقیقه بگذارید که خمیر ریلکس بشه. عزیزان گرامی، من از این تخته که یه دسته داره میخوام استفاده بکنم به عنوان پارو، ولی شما از پاروی پیتزا میتونید استفاده بکنید یا با چوب اگر اهل فن هستین چیزی تولید بکنید یا با ورق آلومینیوم یا استیل. یکم آرد بش بپاشید که حالت سور پیدا کنه. اینجا بیشترین تمرین رو شما لازم دارین و حتما در چند بار اول این مقدار خرابکاری هم خواهید کرد و اصلا هم نگران نباشید. من براتون آخر ویدیو تعریف میکنم که من چقدر خرابکاری کردم. اینو کاملا تا لبه های نان پخش بکنید. انگشت زدن نان بربری یه کار هنریه خودش و نیازمند هم یه مقدار تمرینه، همین که تأثیر بسیاری روی نتیجه نهایی نان داره. توجه بفرمایید که فرم معمول انگشتای ما یه همچین فرمی داره و اگر شما مثل اینایی که آموزش میدن در چیچیگرام اینجوری انگشت بزنید، فقط اینجا سوراخی ایجاد میکنید اینجا بدون اینکه یک دست این کار انجام بشه. پس روش درست انجام این کار اینه که انگشتاتون رو به این فرم در بیارین و حالا ما چند تا کار انجام میدیم که هم حرکت برشی هستش، هم حرکتی هستش که تنظیم میکنیم ابعاد این خمیر رو با حین انگشت زدن. یعنی فرم میدیم، شیار ایجاد میکنیم، تا ته انگشتا رو فشار میدیم و توجه بفرمایید ببینید که چیکار انجام میدیم. این ظرف یه خود بزرگتر باشه راحت‌تر میشه کار. خب تا این ته نرید. این لبه نان بربری این موجود بسیار نازنین و دوست داشتنی است که حتما باید تلاش بکنیم که اینو حفظش بکنیم. دستتون رو بشورید و خشک بکنید. کنجد اگر دوست داشتید حتما دستتون خشک باشه و حتما دوباره دستتون رو آردی بکنید پشت روی دستتون رو. این حرکت جایی است که حتما اول خرابکاری به بار میارید. خوب به حرکت انگشتای من توجه بکنید. من لبه نون رو اینجوری بلند میکنم، میذارم پشت دستم و به این ترتیب نونم رو میکشم، یه مقدار بلند میکنم، یه
لبه اینجا میذارم، این قراره بچسبه به سنگ تنور، به ته تنور و اینو به صورت که سر میدید و پیاده میکنید، بعد یه مقدار دیگه سعی بکنید اینو بکشید روی سنگ. دوستان بعد از 7-8 دقیقه نونتون رو جابجا بکنید، یه دور بچرخونید و زیرش هم یه چکی بکنید. نون بربریای امروز هم از طول و عرض روز به روز بیشتر آب میرن، هم این که الان بهترین نون بربری که توی منطقه حالا سعادت آباد تهران و شرق سعادت آباد و اوین و این مناطق میشه پیدا کرد، تقریبا دیگه یه چیزی شده یه کمی از نان تافتون ضخیم‌تر. بربری اینجوری خوبه که بتونید اینو قشنگ باز بکنید، وسطش لقمه بگیرین، کتلت و خردل و خیارشور و گوجه رو اینجا بار کنید وسط این و از زندگی لذت ببرین. جای دوستان خالی. نزدیکترین بویی که در خونه میشه تصور کرد به بوی بهشت، بوی نان تازه است که فضای خونه رو عطرآگین میکنه. ماجرایی که اصلا چطور شد که من علاقه‌مند به نون بربری شدم برمیگرده به سال 1988. من در شهر مونتریال در منطقه اطراف مترو گای، یعنی معمولا من اطراف مگیل زندگی میکردم، یه مدت 7-8 ماهی من به سمت خیابون سن مارک رفته بودم. اونجا در یکی از برجای اونجا ساکن بودم و زیر یکی از این برجا عزیز دلانگیزی که اون موقع حدود 60 سالشون بود به نام آقای غلام، ایشون یه بقالی کوچکی داشت. آقای غلام یک چیزی شبیه به نون بربری رو میفروخت، یکی درست میکرد، میآورد به ایشون میداد، ایشون این رو میفروخت، قیمتش هم ارزون نبود و مختصری شباهت ظاهری به نون بربری داشت، ولی همه چیز بود غیر از نون بربری.
و ما هر دفعه که گول میخوردیم یکی از اینا رو خریداری میکردیم، فرداش میومدیم به ایشون کلی غر میزدیم که آقا این که زحمت کشیده اینو درست کرده، خب این چرا اینو درست مثل نون بربری درست نکرده؟ این چیه مثل کیک و نون شیرمال و چیز مزخرف اینطوری هست؟ ایشون هم همیشه به ما میگفت انقدر غر نزن، همه این رو میان میخرن میخورن، به چشمشون هم میمالن، بسیارم خوشمزه است، من خودم هم از این میبرم منزل میخورم، تو اگه میتونی بلدی بهتر از این درست کنی برو درست کن. دوستان عزیز، بعضی وقتا انسان مصمم میشه یه کاری انجام بده و فکر میکنه خب راحته دیگه، ولی این سرآغاز یک پروژه چند ماهه بود که ابتدا به ساکن رفتیم آرد خریدیم از سوپرمارکت، یه بسته 2-3 کیلویی، و شروع کردیم خمیر درست کردن و سعی کردیم که این رو تو سینی پهنش بکنیم و اینا. دیدم اصلا نه، این کلا خیلی فاصله داره با اون چیزی که بشه اصلا اسمشو نان گذاشت. ناچار شدم برای اینکه بفهمم اصلا این ایراد کار از کجاست، رفتم توی کتابخانه ها، از توی کتابخانه دانشگاه مگیل تا کتابخانه مرکزی مونتریال، من هر کتابی پیدا میکردم انقدر کتاب میبردم بیرون، مطالعه میکردم، هر چیزی در مورد نان و خمیر که دستم رسید به زبان انگلیسی اینا رو شروع کردم بخوندم. متوجه شدم که نه، اصلا این آردی که ما داریم استفاده میکنیم اول کار مشکل اینجاست. حالیم شد که گلوتن چیه، درصد گلوتن چیه، آرد نان با آرد کیک چه فرقی داره و این ماجراها. شروع کردم به پرسجو از نانوایی ها، از بیکری ها که آقا شما از کجا میرید آرد میخرید. یه جایی به من آدرس دادن تو لانگی، تقریبا خارج از شهر، جنوب مونتریال. رفتم اونجا وارد شدم، گفتم آقا آرد unbleached بیکرز فلاور با گلوتن بالا میخوام. گفت 12 نوع داریم، کدومشو میخوای؟ گفتم آقا من یک همچین چیزی مد نظرمه با این درست بکنم، یه نانی با این مشخصات، یه خورده شبیه فوکاچیاس اینجوری اینا. گفت خب این چند تا از اینها کار تو رو انجام میده، ولی بعد امتحان بکنی ببینی کدوم برات مناسب تره. گفتم خب اونی که فکر میکنی بهتره به من بده. و ایشون رفت اومد یه دونه کیسه 40 کیلویی آرد بر من برداشت آورد. درد سرتون ندم، خونه من تبدیل شده بود به نانوایی، یعنی آشپزخونه رو من شروع کردم سنگ گذاشتن در داخل فر برقی، بایپس کردن ترموستات این که دمای این بره بالا، کلی ساخت و ساز اونجا انجام دادم، ابزار ادوات. بعد ابتدا به ساکن یک مفتول استنلس استیل رو به شکل علامت سوال خم کرده بودم، اینو سر یک دریل شارژی مکیتا میبستم، با این توی کاسه با یه مشقتی سعی میکردم که خمیر هم بزنم. دیدم نه، اینا اصلا این کارا فایده نداره. این شد که رفتیم یک استند میکسر کمبود خریدیم و بعد دیگه انواع اقسام آرد رو آزمایش کردیم و وقتی به نتیجه مناسب رسیدیم اولین نان رو بردم نشون غلام دادم، چشماش اینطوری شد. شاپور جان گوش کن، دارم صحبت میکنم، بیا گوش کن یاد بگیر. یه دوست جدید تو باغ پیدا کرده، میخواد بره پیش این پشت پنجره است. دادم دستش، اینو با ناباوری گرفت دستش، نگاه کرد، گفت از ایران آوردن برات؟ گفتم که آره. یه تیکشو بکن بخور ببین، یادت بیاد نون بربری چیه. آقا ایشون لبخندی از این گوش تا این گوش بر صورتش نقش گرفت. بعد رفت گفت بذار صبر کن، رفت از توی یخچال پنیر یونانی برداشت آورد، شروع کرد با این لقمه کردن و خوردن و بهبه و چهچه. همه خاطرات کودکیش فکر کنم براش زنده شد. وقتی بهش گفتم اینو خودم درست کردم، اول که باورش نمیشد، بعد با قسم و قول و آیه و اینها به هر حال پذیرفت که من درست کردم. گفت خب درست کن بیار اینجا ما بفروشیم. گفتم آقا من کارم این نیست که من تو خونه که کلی دردسر داره، هر دفعه 5-6 تا از این بخوایم درست بکنیم چند ساعت گرفتاری داره و این کار اصلا توجیه نداره، منم کارم این نیست.
رسید به اینجا که آخر سر به این راضی شد که از من قول گرفت که هر وقت برای خودت درست کردی یک دونم بر من درست کن بیار. و به هر حال چون ایشونو دوست داشتیم معمولا سعی میکردیم که هواشو داشته باشیم. و باید از ایشون تشکر بکنم. فکر نمی کنم در قید حیات باشه، اگر باشه بالای 100 سال ایشون الان بعد عمر داشته باشه. ولی ممنون ایشون هستم که باعث شد با این چالشی که بر من ایجاد کرد باعث شد که من مصمم بشم که قدم در یک مسیری بگذارم که یکی از لذت بخشترین هابی های جهان رو پیدا کردم و وقتی که علم و دانش پشت سر این رو بیشتر باش آشنا شدم فهمیدم که پا به راهی گذاشتم که دیگه راه برگشت نداره و مطمئن بودم که تا آخر زندگی هر روز از این هنر و از این علم لذت خواهم برد. یک فکت تاریخی هم خدمتتون عرض بکنم و از حضورتون مرخص بشم. نان بربری سایز درست حسابی که اندازه چونه این قانون و قاعده و اینها داشت در سال 56 و 57 در کشور ما هر عدد 5 ریال بود. در حال حاضر دوستان مطلع هستید که قیمت نان بربری هولوحش 20,000 تومان هست، یه جاهای خیلی هم گرونتر. شما تصور بفرمایید که قیمت نان بربری یعنی یه چیز حدود 40,000 برابر 40,000 برابر بیشتر شده دیگه. حالا تورم و شاید دلار رفته بالا و این مسائل دیگه دوستان بعضیا معتقدن. قیمت دلار که امروز بالای 100,000 تومان رسید و صبح البته فکر میکنم 94-95,000 تومان بود، در اون زمان 70 ریال بود، 71 تومانی بود. یعنی دلار 14,000 برابر و خورد 14,200 خورده برابر یک دلار گرونتر شده، یا بهتر بگیم ارزش پول ما 14,000 برابر کاهش پیدا کرده. و نکته جالبی که من درک نمی کنم اینجاست که اگر نان بربری رو در همون واشنگتن مثل برنجی که به ما میفروشند در اونجا اگر گندمش رو در کاخ سفید کاشته بودند و خود ملانیا واسطه بود اینو درست کرده بود و به نرخ دلار می آوردن اینجا، باز نباید که 40,000 برابر گرونتر می شد، باید دیگه حد اکثر همون 14,000 برابر گرونتر می شد. و البته وزن و کیفیت نان هم که خب تفاوت زیادی داشته، اون چیزی که بود و اون چیزی که امروز مردم زحمتکش شریف کشور ما ازش بهره مند هستن. خوبه گاهی اوقات این مسائل تاریخی رو هم برای اینکه یک مقیاس هایی داشته باشیم و یک خطکش های مناسبی داشته باشیم که اوضاع رو بسنجیم، از تاریخ و از ریاضیات ساده هم گاهی استفاده بکنیم. متشکرم که حوصله فرمودید و همراه من بودین. شب و روزتون بخیر. بون اپیتی.